بگذار بگویند و بگویند و بگویند، بگذار ببورند و بدوزند و بپوشند. تو بخند گوش بده خیره بمان هیچ مگو. با عرض و ادب و خسته نباشید دارم خدمت مدیر گرامی، استادان گرامی و شما عزیزان. من مهدی صادقی متعلم صنف اول یک پارچه شعر که برای پدر آماده کردم میخواهم به حضور شما برسانم. امیدوارم که خوشتان بیاید. پدر اسطوره از آسمان است، پدر افسانه در این جهان است. پدر معنای هستی رمزی بودن، چون در بستر جانم روان است. پدر صندوق از اسرار پنهان، پدر سنگ صبور و امتحان است. سیه فامش نموده تیغ خورشید، خمیده پیکرش همچون کمان است. سپیدش کرده موی و صورتش چین، گذرگاهی که عنوانش زمان است. گذرگاهی که عنوانش زمان است. پدر در دیده ام زیباترین شعر، پدر در باورم یک قهرمان است. ندیدم جز پدر در کنیه ذاتم که وصفش خارج از شرح و بیان است، که وصفش خارج از شرح و بیان